تجربه زیر تأثیری که نگرش‌ها و باورهای ما می‌توانند روی بدن و سلامتی ما داشته باشند را نشان می‌دهد. در سال 1985 یک پروفسور هاروارد به نام الن لانگر آزمایشی را انجام داد که نشان داد افراد می‌توانند جوان‌تر شوند. پروفسور 100 نفر بالای 70 سال را در ناحیه بوستون به کار گرفت. او آنها را به یک مسافرت 10 روزه در یک اقامتگاه فرستاد که در آنجا چیدمان دکور را تغییر داده بودند تا دکور سال 1950 را بازسازی کند. زمانی که سوژه‌ها 10 سال جوان‌تر بودند، او موسیقی دهه 50 را پخش کرد، مجلات و روزنامه‌های دهه 50 را به نمایش گذاشت و کاری کرد که سوژه‌ها مانند دهه 50 خودشان لباس بپوشند. همچنین پروفسور این 100 نفر را راهنمایی کرد تا طوری رفتار کنند که گویی آنها به سال 1950 برگشتند. تست‌های فیزیکی و روانشناسی روی این 100 سوژه قبل و بعد از 10 روز انجام شد. در تمام دسته‌ها سوژه‌ها جوان‌تر محک زده می‌شدند. چه چیزی تغییر کرد؟ چه چیزی سالها را از سن ظاهری آنها کم می‌کرد؟ تنها دلیل تغییر در تفکر آنها بود. ضمیر ناخودآگاه آنها مفهوم جوان‌تر شدن را پذیرفته بود. ضمیر خودآگاه شما محدودیت‌هایی برای شما وضع می‌کند. وقتی خودتان را از این محدودیت‌ها رها کنید و اجازه دهید ضمیر ناخودآگاهتان مسلط شود، می‌توانید کارهایی را انجام دهید که فکر می‌کردید غیر ممکن هستند. 50 سال پیش متخصصان مقالاتی نوشتند که توضیح می‌داد چرا بدن انسان نمی‌تواند 1 مایل را در کمتر از 4 دقیقه بدود. همه بجز روگر بانیستر فکر کردند که دویدن 1 مایل در کمتر از 4 دقیقه غیر ممکن است. وقتی بانیستر حصار 4 دقیقه‌ای را در سال 1954 شکست، سایر دوندگان این شاهکار را در عرض چند ماه 2 برابر کردند. چه چیزی در این دوندگان دیگر تغییر کرد؟ آنها به صورت معجزه‌آسا شایسته‌تر نشدند یا سبک دویدن خودشان را تغییر ندادند. آنها باور خودشان را تغییر دادند. حالا آنها می‌دانستند 1 مایل 4 دقیقه‌ای امکان پذیر است و اگر روگر می‌توانست آن را انجام دهد، آنها نیز می‌توانستند. الکسیو، یک وزنه‌بردار روسی در سطح جهانی، نمی‌توانست 500 پوند را بلند کند. بنابراین او مرتباً 495 پوند را بلند می‌کرد. در سال 1974 مربی او ترفندی برای او انجام داد تا او را متقاعد کند. او 500 پوند روی میله او قرار داد و به واسیلی گفت که میله 495 پوند وزنه دارد. واسیلی که فکر می‌کرد آن 495 پوند است، میله را مانند همیشه بلند کرد. بعد از اینکه به واسیلی گفته شد که 500 پوند را بلند کرده است، او باورش را تغییر داد و توانست آن را در رقابت انجام دهد. یک ورزشکار آموزش دیده که 500 پوند را بلند می‌کند، به اندازه مادری که وحشت زده ماشینی را که روی پسرش سقوط کرده بلند می‌کند، تأثیرگذار نیست. او چطور می‌تواند این کار را انجام دهد؟ زیرا در حالت وحشت ضمیر خودآگاهش کنار گذاشته می‌شود و به او نمی‌گوید این غیر ممکن است. آدرنالین او با سرعت ترشح می‌شود و فقط این کار را انجام می‌دهد. من فقط این چنین داستان‌هایی را دست دوم شنیده‌ام. اما یک داستان مشابه در مجله رسمی ققنوس دیده شد. حادثه‌ای درباره یک مکانیک چاپ شد که ماشینی را که از اهرم یدکش لغزیده و روی 2 تا از دوستانش افتاده بود بلند کرد. او همچنین در حالی که ماشین را روی زانوی‌هایش نگه داشته بود به آنها کمک کرد که از زیر ماشین خارج شوند. اینها مثال‌های کمی هستند که قدرت ضمیر ناخودآگاه را نشان می‌دهند و این قدرت در ضمیر ناخودآگاه شما در دسترس است. اخطارها: اگر قوانین و روش‌های مطرح شده در این دروس را دنبال کنید، نتیجه خواهید گرفت. شما به طور مؤثر و سریعتر از آنچه امکان پذیر می‌دانستید به اهدافتان دست پیدا خواهید کرد. احتمالاً شما این درس‌ها را برای موفقیت معتبر نخواهید دانست.
یک دلیل این است که در طول برنامه‌ریزی ضمیر ناخودآگاهتان یا بعد از آن هیچ اتفاق هیجان انگیزی نمی‌افتد. فرشتگانی نغمه‌سرای یا گروهی شیپورزن اعلام نمی‌کنند که عبارات تأکیدی شما کارساز هستند یا اینکه شما به اهدافتان رسیده‌اید. فقط اتفاق می‌افتد. این به صورت طبیعی و بدون تلاش آگاهانه اتفاق می‌افتد. اگر به جستجوی علائم بپردازید، پیشرفت خود را زیر سوال ببرید یا به هر روشی با استفاده از ضمیر خودآگاهتان مداخله کنید، احتمالاً مانع خواهید شد یا پیشرفت خود را با شکست مواجه می‌کنید. تغییرات زیرکانه و بی‌دردسر هستند. شما باید آیین دینی کارسخت را کنار بگذارید، زیرا اگر به سختی روی آن کار کنید، یعنی با ضمیر خودآگاهتان، تلاش آگاهانه شما علیه شما عمل خواهد کرد. ضمیر ناخودآگاه شما، غول شما به صورت ناخودآگاه و بدون تلاش کار می‌کند. هرچه کمتر تنش داشته باشید، بیشتر آرام شده و رها می‌کنید و موفق‌تر خواهید شد. بعد از 3 درس اول، این بیشتر قابل درک خواهد شد. بنابراین به خواندن ادامه دهید. آرام شوید و از موفقیت لذت ببرید. حالات ذهن. استفاده از ضمیر ناخودآگاهتان به صورت مؤثر نیازمند بودن در یک حالت تغییر یافته ذهنی است. این حالت تغییر یافته طبیعی است، اما از حالت بیداری نرمال ذهن شما متفاوت است. اولین اثبات برای نیاز به استفاده از یک حالت تغییر یافته برای دسترسی به ضمیر ناخودآگاه تا جایی که من می‌دانم توسط کار المر و آلیس گرین در مؤسسه منینگر از سال 1964 تا 1973 نشان داده شد. این زن و شوهر روی افرادی مطالعه کردند که کارهایی که در آن زمان انجام داده بودند شاهکارهای فوق انسانی به نظر می رسید. در میان سایرین، آنها روی درویش‌های هندی مطالعه کردند که برای 6 روز زنده سوزانده شده بودند. روی یک تخت خوابی از میخات دراز کشیده بودند یا ضربان قلب و دمای بدنشان را تغییر داده بودند. آنها روی جک شوارز از ارگان مطالعه کردند. او بازوی خودش را با میله‌های فلزی غیر استریلیزه سوراخ کرده بود. شوارز خونریزی‌اش را کنترل کرد. هرگز عفونت نکرد و جراحت به سرعت بدون اینکه اثری به جای بگذارد شفا یافت. این زوج چیزهایی مثل دمای بدن، مقاومت پوست، فشار خون، تپش قلب و جریان‌های مغزی را اندازه گرفتند. این سوژه‌ها وقتی چنین شاهکارهای خارق‌العاده‌ای را انجام می‌دادند، یک چیز مشترک داشتند. آنها در حالات ذهنی تغییر یافته بودند. 4 حالت مغزی وجود دارد: بتا، آلفا، تتا و دلتا و آنها از روی تغییرات امواج مغزی اندازه‌گیری می‌شوند، تشخیص داده می‌شوند. حالت بتا حالت بیداری نرمال ماست و مشخصه آن فرکانس موج مغزی 14 CPS یا سیکل بر ثانیه تا 100 CPS است. این فرکانس نه تنها بالاتر از حالات دیگر است، بلکه نامنظم‌تر نیز هست. دلیل آن این است که ذهن بیدار ما مشغول است. ما از چیزهای زیادی که در اطراف ما اتفاق می‌افتد آگاه هستیم. این آگاهی برای پیشبرد کار روزانه‌مان و زنده ماندن ضروری است. توجه ما دائما دستخوش حوادث می شود. ما در بیشتر ساعات بیداریمان در حالت بتا هستیم. حالت آلفا دارای مشخصه فرکانس موج مغزی 8 تا 13 CPS است. شما به طور طبیعی دفعات زیادی روزانه وارد حالت آلفا می شوید، اما همواره فقط به صورت خیلی گذرا. گاهی شما ممکن است در این حالت مردد بمانید. شما آن می شناسید. شاید مثلا در زمانهای مختلف شما از ایستادن در یک صف آرام خسته شده باشید. شما زل زده اید، اما تمرکزتان روی چیزی که در حال زل زدن به آن بودید نبوده است. ذهن شما جای دیگری بوده است. شما در حالت آلفا بودید. حالت آلفا به عنوان حالت تعمقی نیز خوانده می شود. حالت توجه متمرکز آرام.
وقتی در این حالت هستید، مسیر زمان را گم می کنید. شما ممکن است 5 دقیقه به دیوار زل زده باشید، اما به اشتباه فکر می کنید تنها چند ثانیه در حال زل زدن به دیوار بوده اید. حالت تتا 4 تا 7 CPS مشابه حالت آلفا است، اما عمیق‌تر بوده و مشخصه آن بینش‌های شهودی ناگهانی است. این بینش‌ها جامع هستند. یک مثال کلاسیک از بینش جامع مقایسه روشی است که بتهوون و موزارت موسیقی می ساختند. بتهوون به صورت خطی درجه به درجه می ساخت. اغلب به عقب و جلو می رفت در حالی که نوت‌هایش را تغییر می داد. موزارت می گفت که یک قطعه هنری کاملا یکجا و بی کم و کاست به سراغش می آید. تمام کاری که باید انجام می داد این بود که آن را روی کاغذ بنویسد. این مختصری از تفکر جامع است. آخرین حالت دلتا است، 3 CPS و کمتر. این حالت خواب است که در آن هیچ هوشیاری وجود ندارد. رویاها در حالت آلفا و تتا اتفاق می‌افتند. برمیگردیم به سراغ سوژه های گرین که شاهکارهای خارق‌العاده‌ای انجام داده بودند. هنگامی که این سوژه ها عملکردهای بدنشان را به صورت غیر ارادی کنترل می کردند، چیزی که در آنها مشترک بود این بود که در حالات ذهنی آلفا یا تتا بودند. بنابراین حالات موج مغزی آلفا و تتا دریچه‌ای به ضمیر ناخودآگاه شما هستند. وقتی شما در حالات ذهنی آلفا و تتا هستید، ضمیر ناخودآگاه شما به راحتی تلقین‌ها و دستورات را خواهد پذیرفت. وقتی در حالت بتا هستید و ضمیر خودآگاهتان مسلط است، تلقین‌ها و دستورات داده شده به ضمیر ناخودآگاهتان نسبتاً بی‌تأثیر است. شرطی سازی آلفا. برای استفاده مؤثر از ضمیر ناخودآگاهتان نیاز دارید که بیاموزید هر زمان که خواستید وارد حالت آلفا شوید و در آن بمانید. وارد شدن به حالت آلفا ساده است. شما به صورت طبیعی چندین بار در روز وارد آن می‌شوید. البته معمولاً فقط برای چند ثانیه. وارد شدن به حالت آلفا یا تتا در هر زمان دلخواه و ماندن در آن تمرین کمی می‌طلبد. تمریناتی که به شما یاد می‌دهند وارد این حالات شوید بعد از هر درس داده می‌شود. حالت تتا احتمالاً مؤثرتر است، اما به جای اشاره به هر دو حالت آلفا و تتا، من خیلی ساده از اینجا به بعد به حالت آلفا اشاره می‌کنم. حالا می‌خواهم به شما روش ساده‌ای بدهم تا وقتی در حالت آلفا هستید یک تلقین را در ضمیر ناخودآگاهتان بکارید. این با 2 نام طولانی همراه می‌شود. مدت‌های زمانی بعد از بیدار شدن یعنی پس از خواب و قبل از خواب یعنی پیش از خواب. اینها فقط اسامی خیالی هستند. برای مدت زمانی کوتاه وقتی صبح از خواب بیدار می‌شوید و در عصر به خواب می‌روید، وقتی صبح از خواب بیدار می‌شوید و شب به خواب می‌روید، شما به ترتیب از حالات دلتا به بتا و از حالت بتا به دلتا می‌روید. به صورت معمول شما از حالات آلفا و تتا عبور می کنید. بنابراین شما 2 بار در روز فرصت دارید که زمانی که در حالت آلفا هستید ضمیر ناخودآگاهتان را برنامه ریزی کنید. به همین دلیل است که وقتی شما نگران هستید نباید به رخت خواب بروید. نگرانی یک تأکید قدرتمند است و شما این تأکید منفی قدرتمند را مستقیما درون ضمیر ناخودآگاه خود القا می کنید. تمرین ساعت کوکی ذهنی. ساعت کوکی ذهنی تمرینی است که می توانید امشب انجام دهید. بعد از اینکه به رخت خواب رفتید و احساس کردید که در حال خواب آلوده شدن هستید، اما درست قبل از اینکه کنترل افکارتان را از دست دهید، به خودتان بگویید من مثلا در ساعت 5:55 صبح شنبه 25 سپتامبر کاملا بیدار هستم. یا هر تاریخی که فردا هست. زمانی را استفاده کنید که 5 دقیقه قبل از زنگ خوردن ساعت کوکی مکانیکیتان باشد. به این صورت شما نگران خواب ماندنتان نخواهید بود. همچنین از تصویرسازی استفاده کنید. تصور کنید ساعتتان در زمانی که شما انتخاب می کنید زنگ می خورد. اغراق کنید.
ببینید که ساعت کوکی شما دستش را دراز می کند و شما را تکان می دهد تا بیدار شوید. برخی از افراد از ساعت مکانیکی استفاده نمی کنند، زیرا ساعت کوکی ذهنیشان بدون خطاست. تمرین: وارد شدن به وضعیت درست. قبل از اینکه ادامه بدهیم، شما باید وارد وضعیت درستی بشوید. یک مانع روانشناختی وجود دارد که باید بر آن غلبه کنید. مانع این است: شما چیزی را رایگان به دست نمی آورید. قیمت این کتاب در مقایسه با ارزشی که دارد واقعاً ناچیز است. اگر این کتاب به عنوان یک دوره توسط یک معلم مذهبی سرشناس تدریس میشد، بیش از $500 هزینه برمی داشت. من هزاران دلار بابت کتاب‌ها و داره‌ها پرداخت کردم و ساعات بیشماری را صرف مطالعه کردم تا اطلاعات چکیده شده در این دوره را به دست بیاورم. بنابراین شما نیاز دارید که ضمیر ناخودآگاهتان را متقاعد کنید که درست است این کتاب بهای چندانی ندارد، با این حال کاملاً با ارزش است. بنابراین برای وارد شدن به وضعیت درست شما ممکن است یا $500 به من پرداخت کنید، تنها یک چک به من ارسال کنید، من به شما اعتماد دارم، یا می توانید تمرین زیر را انجام دهید. شما هنوز درباره برخی از وضعیت‌های ذهنی کلیدی چیزی یاد نگرفته اید. بعد از اینکه فرصت پیدا کردیم آنها را بررسی کنیم، اهمیت این تمرین واضح‌تر خواهد شد. این وضعیت‌ها برای گرفتن بهترین نتیجه از این درس‌ها ضروری هستند. بنابراین برای الان فقط به من اعتماد کنید و تمرین زیر را انجام دهید. وضعیت‌های کلیدی عبارتند از آرزو داشتن و اطمینان. وقتی $500 به سمیناری می‌پردازید که توسط یک فرد محرک سرشناس هدایت می‌شود، شما با یک آرزوی قوی وارد کلاس او می‌شوید تا آن را به دست بیاورید. آن هر چه که باشد. شما انتظار دارید که آن را به دست بیاورید، وگرنه $500 نمی‌پرداختید. در نهایت حداکثر را به معلم دارید، وگرنه باز هم $500 به او پرداخت نمی‌کردید. شما کمی ایفای نقش انجام خواهید داد. ابتدا اجازه دهید تضمین کنم که شما یک بازیگر خوب هستید. برخی از روانشناسان میگویند که شما همواره در حال ایفای نقش هستید. ایفای نقشی که فکر می‌کنید دیگران از شما انتظار دارند که انجام دهید. الان زمان ایفای نقش است. طوری رفتار کنید که انگار دست راست شما به بازوی چپ شما چسبیده است. هرچقدر که به سختی تلاش می‌کنید آن را بیرون می‌کشید، شما نمی‌توانید دستتان را از بازوی چپتان دور کنید. هرچه سخت‌تر تلاش می‌کنید بیشتر می‌چسبد. ادامه دهید و تلاش کنید. دست راستتان را از بازوی چپتان جدا کنید، اما شما نمی‌توانید. بسیار خوب، کافی است. حالا طوری عمل کنید که انگار دست راستتان نرمال است و آن را از بازوی چپتان جدا کنید. دیدید؟ شما می توانید نقش بازی کنید. حالا شما آماده ایفای نقش بزرگتری هستید. اول راحت و آرام شوید. روی یک صندلی نرم بنشینید و پای خود را صاف بر روی زمین بگذارید. یک صحنه خوشایند را به تصویر بکشید. برات رویایی به هاوایی رفتید. به یاد بیاورید که آن سفر چگونه بود. خودتان را در ساحل تصور کنید. تصور کنید که حالا شما آنجا هستید. احساس کنید که بادهای ملائم دائمی به سرتاسر بدن شما می‌وزند. گرمای آفتاب را روی بدن خود احساس کنید. به بادی که از میان درختان نخل عبور می‌کند گوش کنید. آرام شوید، گویی یک نگرانی هم در دنیا ندارید. اجازه دهید ذهنتان سرگردان باشد. فقط لذت بودن در مکان مورد علاقه تان را احساس کنید. از فرد دیگری بخواهید متن زیر را با صدای آرام به آهستگی به شما بخواند. بهتر است که آن را ضبط کنید و پخش کنید. اگر هیچ یک از این گزینه‌ها در دسترس نبود یا اینکه شما نمی‌خواهید برای ضبط کردن آن زمان صرف کنید، مسئله‌ای نیست. فقط بیشترین تلاش خود را بکنید تا در این حالت آرام بمانید و متن زیر را برای خودتان بخوانید. وقتی آن را می‌خوانید تا آنجا که می‌توانید صحنه زیر را واضح تصور کنید.
آن را ببینید، احساس کنید و بشنوید. قبل از اینکه شروع کنید و او اعتماد دارید شما را هیپنوتیزم کرده است. شما می‌دانید افراد هیپنوتیزم شده چطور به نظر می‌رسند و چطور عمل می‌کنند. آنها کاملاً آرام هستند و اگر چشمانشان باز باشد به نظر می‌رسد که زل زده‌اند بدون اینکه ببینند. اگر قرار است کسی آن را برای شما بخواند، آنگاه چشمانتان را ببندید و آرامش کامل از خود نشان دهید. احتمالاً سرتان به یک طرف خم می شود و روی شانه‌ایتان استراحت می کند و بازوهایتان به نرمی در دو طرفتان آویزان می شود. اگر می خواهید متن را خودتان برای خودتان بخوانید، طوری رفتار کنید که گویی هیپنوتیزم شده اید و یک هیپنوتیزم کننده از شما خواسته است که چشمان خود را باز کنید و متن زیر را بخوانید. اما تحت حالت هیپنوتیزم عمیق. بسیار خوب، ادامه دهید. خودت را روی یک صحنه تصور کن. تو یک هنرپیشه هستی که در حال تمرین برای یک نقش مهم هستی. هیچ کس دیگری به جز من، نویسنده و کارگردان نمایش، در تالار کنفرانس نیست. من در حال رهبری تو هستم. حالا در اولین صحنه تو باید احساس آرزوی شدید را روی پرده ببری. زمانی که تو یک انگیزه قوی برای انجام چیزی را تجربه کردی. شاید آن برنده شدن در یک بازی بود یا گرفتن نمره الف در یک امتحان. خودت را با چشم ذهنت ببین. خودت را ببین که صورت خود را در هم می‌کشی و حالت مصمم به خود می‌گیری. ببین چطور نقش بازی کردی. احساسی که داشتی دوباره تجربه کن. بشنو که در آن زمان چه چیزی در حال رخ دادن بود. در فضای این آرزو جذب شو. حالا این کتاب را تصور کن. خودت را تصور کن که داری این درس‌ها را می‌خوانی و این درس‌ها را یاد می‌گیری. تصویر خودت را وقتی در حال مطالعه این درس‌ها هستی روی تصویر زمانی قرار بده که آرزوی شدید داشتی. اجازه بده این حواس شروع شده و برای 1 دقیقه ادامه پیدا کند. حالا زمان آن فرا رسیده که صحنه بعدی نمایش را تمرین کنی. در این صحنه قرار است احساس نشان دادن یک انتظار شدید را بازی کنی. این صحنه آسان است. فقط به یاد بیاور. مثلا عید کریسمس یا فستیوال نورها را زمانی که جوان بودی. اگر الان کریسمس است، همه هدایا را زیر درخت کریسمس ببین. بسته‌بندی‌هایی به رنگ روشن و پاپیون‌های رنگی را تصور کن. به یاد بیاور که چقدر برای باز کردن آن هدایا مشتاق بودی تا ببینی در آن بسته‌ها چه چیزی وجود دارد. به یاد بیاور که نمی‌توانستی صبر کنی. فکر می‌کردی از دلواپسی منفجر می‌شوی. به یاد بیاور که آن شب نمی‌توانستی بخوابی زیرا انتظار بسیار شدید بود. فضای آن عید را ببین و احساس کن و بشنو. حالا اجازه بده این حواس شروع شده و برای 1 دقیقه ادامه پیدا کند. حالا آن تصویر ذهنی از زمانی که احساس انتظار شدید داشتی را روی تصویر خودت وقتی در حال مطالعه و یادگیری این دروس هستی بیانداز. تصویر خواندن این کتاب را روی تصویر عید کریسمس بیانداز در حالی که داری همان احساسات و هیجانات را تجربه می‌کنی. حالا زمان تمرین آخرین صحنه است. در این صحنه تو باید اطمینان کامل را نشان دهی. با نشان دادن اطمینان مطلق به کارگردان و نویسنده نمایشت شروع کن. در میان حضار به من نگاه کن و اطمینان به توانایی من در هدایت خودت را ابراز کن.
حالا مجدداً این تصویر را روی تصویر خودت در حال مطالعه و تمرین این درس ها بیانداز. اجازه بده این احساس اطمینان کاملا درک شود. حالا وقت این رسیده است که از حالت هیپنوتیزم بیدار شوی. مرا تصور کن که به عنوان کارگردان نمایشت به تو میگویم با شماره 3 تو کاملا بیدار هستی. من میخواهم از 1 تا 3 بشمارم و با این کار تو به حالت ذهنی کاملا بیدار باز میگردی. 1. تو داری بیدار میشوی. 2. طوری رفتار کن که گویی احساس سرزندگی و آرامش میکنی. 3. تو کاملا بیدار هستی. آیا فکر میکنی که راحت‌تر از آن بود که بهایی داشته باشد؟ من باز هم میگویم اگر ساده نباشد آنگاه شما آن را به درستی انجام نخواهید داد. بنابراین آرام باشید. روش‌هایی که در این کتاب خواهید آموخت آسان هستند. اگر تلاش به کار ببری ناموفق خواهی بود. آیا اعتقاد داری که هیپنوتیزم شده بودی؟ احتمالاً معتقد نیستی، اما خیلی درباره آن یقین نداشته باش. اگر تو هیپنوتیزم نشده بودی، در حال ایفای نقش هم نبودی. برخی از متخصصان معتقدند هیپنوتیزم چیزی بیش از ایفای نقش نیست. برای اثبات اینکه هیپنوتیزم ایفای نقش است، در یک برنامه تلویزیونی که در PBS نشان داده شد، یک پروفسور از یک داوطلب خواست که طوری ایفای نقش کند که گویی هیپنوتیزم شده است. پروفسور کار دیگری انجام نداد، نه القایی، نه زل زدن به شعله یک شمع یا نوسان آونگ. داوطلب ظاهر هیپنوتیزم شده معمولی را به خود گرفت. او کاملا آرام ظاهر شد. سر او روی شانه‌اش تکیه خورده بود. چشمانش بسته شد. بازوها و دستانش به نرمی در طرفین آویزان شدند. سپس پروفسور گفت: در اینجا یک سیب خوشمزه است. وقتی من با میزبان صحبت می کنم، تو آن را می خوری. چیزی که پروفسور به داوطلب داد یک سیب نبود. یک پیاز اسپانیایی بود. با این حال داوطلب پیاز را خورد در حالی که فکر می کرد آن یک سیب خوشمزه است. این داوطلب هرگز با هیچ برنامه استانداردی هیپنوتیزم نشد. او تنها طوری نقش ایفا می کرد که گویی هیپنوتیزم شده است. بنابراین اگر شما واقعاً صحنه‌های نمایش را تصور کردید، شما هیپنوتیزم شدید. یا مهمتر از آن، شما در حالت آلفا بودید. یک هیپنوتیزم کننده معتبر در وبسایت خودش اظهار می کند که اگر چشمان خود را ببندید و خودتان را در حال قدم زدن در خانه یا آپارتمان خود تجسم کنید و رسیدن به هر درب آن در را باز می کنید، همینطور که در حال تجسم این بودید، هیپنوتیزم شدید. هیپنوتیزم می تواند اینقدر ساده باشد. درس 2. تفاوت بین ضمیر ناخودآگاه و ضمیر خودآگاه. مقدمه. به منظور استفاده مؤثر از ضمیر ناخودآگاه شناخت آن ضروری است. برای شروع شما باید از تفاوت‌های بین ضمیر خودآگاه که با آن آشنا هستید و ضمیر ناخودآگاه که با آن آشنا نیستید آگاه باشید. در زیر تفاوت‌های ذاتی به صورت جملاتی معمولی آورده شده است. مغز. بسیاری از شما با تئوری مغز راست، مغز چپ آشنا هستید. به طور خلاصه، سمت چپ مغز شما برای بیشتر افراد قابلیت زبان را پردازش می کند. به صورت خطی فکر می کند و منطقی است، در حالی که سمت راست مغز شما ادراکی است و کلیات را حس می کند، نه اجزا را. برخی از متخصصان معتقدند این تئوری بیش از حد ساده سازی شده است. بیشتر تحقیقاتی که به این تئوری منتهی می‌شوند، حداقل در ابتدا از روی بیماران صرعی به دست آمده که سمت راست و چپ مغزشان به دلایل پزشکی یا عمل جراحی از هم جدا شده بودند. در افراد نرمال بین هر دو سمت بازخورد قابل توجهی وجود دارد.
در موارد خاص یک طرف می تواند قابلیت‌های طرف دیگر را نیز کسب کند. در این دوره ما این مدل را استفاده نخواهیم کرد. ما مدل تثلیث مغز را در نظر خواهیم گرفت که توسط دکتر پل مکلین، رئیس آزمایشگاه تحقیقات مغزی و رفتار، مؤسسه ملی سلامت ذهن توسعه یافته است. مدل تثلیث مغز مبتنی بر 3 مرحله تکامل است: خزنده، پستاندار و قشر مغز. هر مرحله یک نوع قوه ذهنی متفاوت را نشان می‌دهد که با نیازهایی که در هر زمان غالب می‌شوند تنظیم می‌شود. هر یک از آنها یک کامپیوتر جداگانه با هوش، ذهنیت، ادراک زمان و مکان و حافظه خاص خود هستند. برای اهداف ما ترکیب 2 بخش اول متداول است که قدیمی‌ترین بخش‌ها هستند: بخش‌های خزنده و پستاندار و آن را ضمیر ناخودآگاه می‌نامیم. مغز خزنده. اولین مرحله مغز 250 میلیون سال پیش توسعه یافت و مغز خزنده یا تنه مغز نامیده شد. این قسمت 250 میلیون سال پیش تغییر کردن را متوقف کرد. بنابراین مغز خزنده در بشر اساساً مشابه تمام خزندگان است. مغز خزنده غیر ارادی، تکانشی و وسواسی است. شامل واکنش‌های برنامه‌ریزی شده است که مقاوم هستند. این قسمت مغز برای محافظت شخصی خاصیت پارانوئیدی یا دشمن پنداشتن دیگران دارد. پارانوئید برای مراقبت در مقابل دشمنان یا امروزه بیشتر در مقابل ماشین‌ها هنگام عبور از خیابان مفید است. این بخش از مغز از روی تجربه چیزی نمی‌آموزد، فقط گرایش دارد که رفتار برنامه‌ریزی شده خود را بارها و بارها تکرار کند. مغز خزنده برای زنده ماندن توسعه یافته است. کارکردهای ابتدایی که برای زندگی ضروری هستند را کنترل می‌کند. شامل ضربان قلب، تنفس، جنگیدن، فرار کردن، تغذیه کردن و تولید مثل. این قسمت هیچ احساسی ندارد. مغز پستاندار حدود 50 میلیون سال پیش توسعه یافت. مغز پستاندار در بشر اساساً شبیه به تمام پستانداران است. این بخش از مغز شامل احساسات و هیجانات است. بازیگوش و منبع مراقبت مادرانه است. پستانداران مواظب بچه‌هایشان هستند. خزندگان معمولاً اینطور نیستند. بخش پستاندار مغز احساساتی را برای ما ایجاد می‌کند که واقعی، درست و برای ما مهم هستند، اما در انتقال این احساسات به ضمیر خودآگاه گنگ است. ویژگی‌های مهم عبارتند از: ضمیر ناخودآگاه 1. منبع احساسات است و اطلاعات را به شکل احساسات استخراج می‌کند و 2. سیستم ارزشی خودش را از روی تجربه استخراج می‌کند، یعنی با تأثیر احساسی تجربه می‌کند. قشر مغز. مرحله سوم توسعه قشر مغز است. این بخش آگاه ذهن است. بر اساس نظر کارل یونگ، روانپزشک مشهور، این قسمت حدود 40,000 سال عمر دارد و همچنان در حال رشد است. برخی از محققان معاصر فکر می‌کنند عمر آن بیشتر باشد. یک ویژگی مهم ضمیر خودآگاه این است که تا حدود 3 سالگی شروع به رشد نمی‌کند و تا حدود 20 سالگی رشد آن کامل نمی‌شود. این سنین بین افراد متفاوت است. یک علت برای اینکه ما مقدار زیادی برنامه‌های منفی و زیان بخش در ضمیر ناخودآگاهمان داریم، همین رشد دیرهنگام است. وقتی بخش احساسی مغز ما در سالهای ابتدایی زندگی ما در حال رشد بود، ما ضمیر خودآگاه بالغ منطقی نداشتیم تا برنامه‌های منفی را فیلتر کند، برنامه‌های مثبتی را که ما به عنوان بزرگسال نیاز خواهیم داشت انتخاب کند. بدتر از همه، ما اکنون از بیشتر این برنامه‌ها آگاه نیستیم، زیرا آنها آنقدر در سنین ابتدایی توسعه یافته‌اند که ما خاطره آگاهانه‌ای از آنها نداریم. در تضاد با ضمیر ناخودآگاه که سیستم ارزشی خود را از طریق احساسات استنتاج می‌کند، ضمیر خودآگاه سیستم ارزشی خود را از طریق تعبیر منطقی تجربه استنتاج می‌کند. به خاطر این تفاوت‌های وسیع،
این سه مغز اغلب گسسته و در تضاد هستند. کن کیز، نویسنده و سخنران، به خوبی بیان کرده است: با اینکه قشر مغزی ما دارای ظرفیت پردازشی بیشتری از هر کامپیوتری است که تا به حال ساخته شده، متاسفانه مغز جدید با فیدبک آگاهی دهنده و مدارهای کنترل که ما برای کارکرد بهینه نیاز داریم به مغز قدیم وصل نشده است. بنابراین مغز جدید یا ضمیر خودآگاه مسائل را تحلیل می کند و راه حل‌های منطقی را پیشنهاد می دهد، اغلب بدون تصور از این که در مغز قدیم یا ضمیر ناخودآگاه چه چیزی در حال رخ دادن است. ضمیر ناخودآگاه توسط احساس غیرمنطقی هدایت می شود که این معمای مشکل ماست. ارتباط ضعیف بین مغز قدیم و جدید در زندگی روزانه مشکلاتی را به وجود می آورد. برای مثال، مغز قدیم می تواند از سیستم‌های کنترلی مغز متفکر بگذرد و احساسات شدیدی را نشان دهد که برای دهه‌ها در ناخودآگاه مخفی نگه داشته شده است. اغلب از کاه کوه می سازد. مغز جدید که در زمان حال کار می کند، درک می کند که فرد دارای قدرت، رقابت و ارزش شخصی است، در حالی که ناخودآگاه دائما بر اساس برنامه‌ریزی منفی دوران کودکی به تحریک واکنش‌های غیر مؤثر و نامناسب نسبت به چالش‌های زندگی می‌پردازد. اندازه: ضمیر ناخودآگاه تقریباً 92% از کل مغز را تشکیل می‌دهد. ضمیر خودآگاه 8% باقی مانده را تشکیل می‌دهد. بنابراین ضمیر خودآگاه در مقایسه با ضمیر ناخودآگاه ناچیز است. بینایی: ضمیر ناخودآگاه با چشم می‌بیند. او تجربیات بیرونی را که وارد ذهن ما می‌شوند را درک می‌کند. این ضمیر خودآگاه شماست که این صحنه پرینت شده را می‌بیند. در طرف دیگر، ضمیر ناخودآگاه تماسی با دنیای بیرون ندارد، کور است. ضمیر ناخودآگاه بیشتر از چیزی که کامپیوتر می‌بیند را نمی‌بیند. در نتیجه ضمیر ناخودآگاه تفاوت بین واقعی و خیالی را نمی‌داند. این آخرین جمله اهمیت دارد و بارها تکرار خواهد شد. این یک حدس نیست. روانشناسان آن را در آزمایش‌های لابراتواری شناسایی کردند. ضمیر ناخودآگاه به ورودی حسی استناد می‌کند. بنابراین به واقعیت و تصور یکسان واکنش نشان می‌دهد. برای مثال، وقتی خواب یک هیولا را می‌بینید، بدن شما مشابه حالتی که هیولای واقعی است واکنش نشان می‌دهد. مکانیزم بجنگ یا فرار کن وارد عمل می‌شود و آدرنالین را در گردش خون بدن پمپاژ می‌کند. بدن شما با عرق کردن، افزایش ضربان قلب و غیره واکنش نشان می‌دهد. در واقعیت هیچ هیولا و هیچ تهدید واقعی وجود ندارد. ارتباط: بیشتر افکار در ضمیر خودآگاه توسط یک صدای درونی یا بیرونی انتقال می‌یابند. اکثر تفکرات، البته نه همه آنها، از یک صدا استفاده می‌کنند و صدا از کلمات استفاده می‌کند. ضمیر خودآگاه غالباً با کلمات ارتباط برقرار می‌کند. این یک دلیل برای اهمیت دایره لغات عظیم است. کلمات ابزار تفکر هستند. ضمیر ناخودآگاه دایره لغات محدودی دارد و خیلی با کلمات آشنا نیست. بیشتر افراد به صورت کلمات خواب نمی‌بینند. ضمیر ناخودآگاه غالباً با تصاویر و احساسات ارتباط برقرار می‌کند. برای مثال، شما یا ضمیر خودآگاه شما ممکن است بگوید من ترسیدم، اما نمی‌دانم چرا. در حالی که ضمیر ناخودآگاه شما ممکن است رویایی را تولید کند که در آن یک هیولا شما را دنبال می‌کند. عملکردها: ضمیر خودآگاه عملکردهای ارادی را کنترل می‌کند. برای مثال، من می‌توانم آگاهانه بازوی خودم را بالا و پایین ببرم. من می‌توانم به این طرف و آن طرف راه بروم. اینها اقدامات آگاهانه هستند. یک نکته مهم این است که ضمیر خودآگاه در یک زمان تنها یک کار را می‌تواند انجام دهد. ضمیر خودآگاه نمی‌تواند همزمان دو کار را انجام دهد.
ممکن است کسی بحث کند که همزمان میتواند مطالعه کند و تلویزیون ببیند. اگر شما واقعاً از کاری که در یک لحظه انجام می‌دهید آگاه شوید، خواهید دید که شما یا در حال مطالعه هستید یا در حال تماشای تلویزیون. انجام هر دو کار مستلزم این است که شما سریعاً بین این دو فعالیت تغییر حالت بدهید. اولین باری را به خاطر بیاورید که سعی کردید به بالای سرتان ضربه بزنید و همزمان دست خود را در جهت عقربه‌های ساعت روی شکم خود بمالید. شما در ابتدا نتوانستید آن را انجام دهید تا اینکه شما خیلی سریع یک عملکرد را به ضمیر ناخودآگاه خود منتقل کردید. آنگاه این کار راحت شد. سپس وقتی به شما گفته شد که این عملیات را برعکس کنید، یعنی بالای سرتان را بمالید و به شکمتان ضربه بزنید، مجدداً برایتان دشوار بود. ممکن بود تنها چند ثانیه طول بکشد تا یک عملکرد را یاد بگیرید و آن را به ضمیر ناخودآگاه محول کنید. در این حالت انجام هر دو همزمان مجدداً آسان می شود. اخیراً مقاله‌ای در نیویورک تایمز یک پژوهش علمی را چاپ کرد که نشان می‌داد افراد نمی‌توانند به صورت آگاهانه همزمان رانندگی کنند و با تلفن همراهشان صحبت کنند. به عبارت دیگر شما یکی از دو کار را آگاهانه انجام می‌دهید، اما هر دو را همزمان انجام نمی‌دهید. با استفاده از تصاویر رزونانس مغناطیسی از فعالیت مغز، دانشمندان متوجه شدند مغز برای وظایفی که نیازمند توجه هستند، دارای میزان حافظه محدودی است. یک دانشمند اظهار کرد که وقتی شما واقعاً می‌خواهید به صدای کسی پشت تلفن گوش کنید، چشمان خود را می‌بندید. مقاله دیگر در یک روزنامه منتشر شد که مادری آنقدر مجذوب مکالمه با تلفن همراه خود شده بود که بدون فرزند 4 ماهه‌اش از اتوبوس پیاده شد. آزمایشی ساده ثابت خواهد کرد که ضمیر خودآگاه شما در یک زمان تنها یک کار را می‌تواند انجام دهد. یک شیء سبک مانند یک خودکار را بردارید. اراده کنید که آن را رها کنید. ساده است. برای رها کردن خودکار شما باید یک تصمیم آگاهانه می‌گرفتید که چه وقت آن را رها کنید. حالا خودکار را نگه دارید و مرتب به خودتان بگویید من می‌توانم آن را رها کنم. من می‌توانم آن را رها کنم و ادامه بدهید. اگر به درستی روی این فکر تمرکز کنید، این فکر که شما می‌توانید خودکار را رها کنید، آنگاه نمی‌توانید تصمیم بگیرید که چه وقت خودکار را رها کنید. اگر نتوانید تصمیم بگیرید که چه وقت خودکار را رها کنید، آنگاه نمی‌توانید آن را رها کنید. شما نمی‌توانید پشت سر هم فکر کنید. من می‌توانم خودکار را رها کنم و همزمان به صورت آگاهانه فکر کنید حالا من خودکار را رها خواهم کرد. به زمانی فکر کنید که رانندگی یاد گرفتید. بسیاری از ما در یک ماشین با دنده دستی آموزش دیدیم. اولین درس به این صورت بود. شما کلید را روی روشن چرخاندید. ماشین حرکت ناگهانی داشت و موتور خاموش شد. زیرا فراموش کرده بودید که دنده را روی خلاص بگذارید. شما مجدداً ماشین را روشن کردید اما خاموش شد. زیرا گاز کافی به موتور ندادید. شما به این فکر کردید که کلید را بچرخانید، دوباره ماشین را روشن کردید و کمی گاز دادید. دنده را تعویض کردید و صدای ناجوری را شنیدید. شما فراموش کرده بودید که کلاش را فشار بدهید. کلاش را رها کردید و موتور خاموش شد. شما فکر نکردید که گاز بیشتری به آن بدهید. در نهایت ماشین شروع به حرکت کرد و پدرتان فریاد زد مراقب باش. اوه، شما به هدایت ماشین فکر نمی کردید. شما داشتید به تعویض دنده فکر می کردید. آموختن رانندگی مثال خوبی است از اینکه چقدر برای ضمیر خودآگاه سخت است که چند تا کار را همزمان انجام دهد. به هر حال بعد از اینکه عملکردها را یکی پس از دیگری به ضمیر ناخودآگاه موکول کردید، رانندگی نیز آسان شد. دیگر نیازی به تلاش آگاهانه نداشت.